پختکاری از ساحه محسوب می‌یابد که فراوان حاصلی زراعتی کشت شده از یکچند عامل‌های ابجکتیوی و سوبژکتیوی وابستگی دارد که به نتیجه نهایی کار یعنی مرحله حاصل بندی و حاصل نگهداری و پخت رسیدن آن تاثیر رسانی خواهد کرد. شرایط پیشاوردی طبیعت در دوره کشت و نشونمایی پخته، حالت ملارتیوی زمین، رعایت طلبات اگرتکنیکی نگاهبینی پخته‌زار چون دادن معیاری کافی نوری‌های مینرالی با رعایت تناسبش، دسترسی به آب پالیزی، پیشگیری از پیدایش و پهن‌شوی کسلی و حشرات ضرررسان و امثال آن از عامل‌های اساسی حاصلناکی پخته‌زار به حساب می‌روند. البته در منطقه‌ای که با به میان آوردن متشکلی کار و نظارت روند کارهای صحرایی و کمک و دستگیری کشاورزان از طرف مسئولین جماعت‌ها و ساختار کشاورزی هماهنگسازی فعالیت به راه مانده می شود، نتیجه های نهایی نیز می تواند فراوان حاصلی زراعتی کشت شده را به میان آورد. در این سمت اداره های دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر و ناحیه های اگروصنعتی مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند، زیرا برای پختکاران محض آب پالیزی معین کننده نتیجه های زحمت شبانه روزیشان به حساب می رود. سال جاری برای کارمندان اداره ما بسیار ساری پروفایل شد. آبی کانال فرغانه 8 کوب آب تامین کردن میشد و سراسر باشد 5 کوب 5.5 کوب آب در عموم میگیریم 13.5 تا 14 کوب در موسم امسال با آب پالیزی ما همه کشاورزان شهری خانوادگان را تامین کرده شدیم. سال جاری کشتی پخته در میقیاس ولایت به مساحت 55,087 گکتار به قید گرفته شده. خواجگداران با استفاده از امکانات و شرایط اقتصادیشان روند کارهای اگروتکنیکی پرورش پخته‌زار را به راه ماندند. نیمه دوم ماه ایون مرحله شانه‌بندی و گلکنی پخته‌زار آغاز گردیده. بعداً ماه ایول حاصل بندی و حاصل نگهداری پخته‌زار ماه آگوست آغاز می‌گردد. ماس نیمه دوم ماه ایول تا نیمه دوم ماه آگوست با نظرداشت بلندشوی حرارت هوا مرحله مهم حاصل نگهداری نهال پخته به حساب می رود، زیرا در این دوره گرما احتمال حاصل پردایی پخته‌زار زیاد می گردد و اگر گل و شانه های همین ماه پیدا شده ریزند تلفات حاصل ماه سپتامبر پخته می رسیده که اساساً فراوان حاصلی پخته‌زار را تشکیل می دهد به عمل می آید. از این نقطه نظر هم فقط تامینات با مرام آب پالیزی در این مرحله می تواند به دهقانان کمک رسانی کند. سال گذشته در همین فصل در همین شب روز 3.5-4 کوب آب پالیزی از کانال فرغانه ما میگرفتیم. این به طور پررنگی نبود. این سال منتظم هر روز 8.5 کوب ما آب پالیزی را از کانال فرغانه همسایه‌دولت گرفته شدیم. سال جاری در خواجگاه شهری کانیبادام منطقه اگروصنعتی که کشتی پخته پیش از دیگر ناحیه‌ها آغاز می‌گردد و موافق اقلیم طبیعیش حاصل پخته نیز تیزتر پخته می‌رسد، از روی معلومات فوری در مساحت 5190 گکتار کشتی پخته با فراگیری 6 نوع گذرانیده شده است. در سمت پختکاری جمعیت سهامی به نام انجام بایمت همه ساله به موافقت نائل می‌گردد. خواجگی ما خواجگی تخم پروری حساب یافته در موازنه خواجگی 724 گکتار زمین موجود می باشد. از این 455 گکتار زمین کشاد، 269 گکتار باغات می باشد. ما امسال در میدان زیاده از 380 گکتار کشتی پخته گذراندیم و من از دیده ایستادیم که نشونمای پخته خیلی خوب است و علاقه ما آذوقه دومی پخته را داده. امروز علاقه ما آبی نشونما را سر کردیم. ما اساساً با کشتی پخته تخمی نوع اوریایی مشغول هستیم. نوع اوریایی این نوعی می باشد که منتخب آب شده است و با آب و اقلیمی ما مطابق است. ما سال گذشته در میدان 353 گکتار کشتی پخته گذرانده سال را با حاصل خوب جنبست نمودیم که به 28 سنه رسانده شد. در زمین های علاهیده تا 45-47 سنر حاصل گرفتیم و ما سال گذشته زیاده از 130 تن پخته تخمی ذخیره نمودیم و آن را در کارگاه کارکرد نموده. امسال به خواجگی‌های ناحیه اینچنین بیرون از ناحیه به ناحیه مسچا، سپیتامین، جبار رسولوف تخمی خوشصفت تامین نمودیم.
طوری که ذکر کردیم روند کارهای اگروتکنیکی پختزار یعنی کارکرد دستی و تکنیکی و آب و آذوقه‌دهی‌اش جریان دارد و ماه‌های من بعد برای حاصلناکی و حاصل نگهداری پختزار حالا کشاورزان و مسئولین و متخصصان ساحه را مهنت پرزحمت در پیش است و نتیجه فعالیت پرثمر دهقانان البته خرمن با برکت طلای سفید ولایت را بلند خواهد کرد.